دوستان سلام. این قسمت از راکی ربیت که دارید میبینید تازه اضافه شده، یعنی یه قسمت جدید اضافه شده و شما یک 12 تا کلمه باید انتخاب کنید. حالا اینجا بالا نوشته کلمات کلیدی رو انتخاب کنید، به ترتیب باید اینا قرار بگیرن. همینطور که میدونید کیف پولی که دارید میسازید، چه داخل تراس ولت باشه چه کیف پول دیگه، هر جا کیف پول بسازید 12 تا کلمه به شما میده و اینا رو باید جای یادداشت کنید. حالا اینجا اومده بر اساس همین یه 12 تا کلمه همینجوری شانسی داده و گفته اینا رو به ترتیب بذارید. جوایزش هم بد نیست. مثلا نفر اولی که همه رو دقیق بذاره 2.5 تن میگیره و بقیه هم همه 2,500,000 تا سکه میگیرن. حالا بریم برای این کارتای امروز که کلا 3.5 ساعت دیگه بیشتر فرصت نداره، یعنی تا ساعت 7:30 شبه. خب امروز یکم مشغله داشتم، اینو ویدیوشو یکم دیر گرفتم، ولی خب امشب به محض اینکه کلمات جدید بیاد ویدیو اون کلمات رو براتون میذارم. حالا اینا رو شما من کلمات رو میذارم سر جاشون، بعد روی کلمه نگه دارید دوستان. کلمه اولی که باید انتخاب کنید ابسنت، اینو میارید بالا. بعدی اینه، الان 1 و 2 درست شد. همه رو من میذارم، شما همینجوری باید اینا رو یا یادداشت کنید یا آخر یه شات بگیرید. دوستان به همین ترتیب این کلمات رو بچینید و روی ولیدیت بزنید. 3.5 ساعت دیگه فرصت داره. البته الان که من این کلیپ رو میذارم شاید فرصتش 2 ساعت دیگه مونده باشه و شما باید اینو سریع بیاید بزنید و 2.5 میلیون سکه رو بگیرید. امشب هم رأس ساعت 7:30 به بعد من کلیپ رو میذارم داخل کانال یوتیوب. لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. روی ولیدیت میزنیم، حالا روی کلایم میزنیم و اینجا دیگه اضافه میشه به بالانس اصلیمون. اینجا همونطور که میبینید اینجا اضافه شد. دوستان این کارتا رو سریع بگیرید، زنگوله رو هم بزنید. کارتای جدید، کمبو جدید که اومد من سریع میذارم که شما همون اول اونو بتونید سکش رو بگیرید. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.